سلام، من الهه هستم. تهران به دنیا اومدم و همونجا هم زندگی میکنم. اما پدر بزرگ و مادر بزرگم شمالی هستن و مخصوصا تو زمان بچگیم با کوچکترین تعطیلاتی ما راهی شمال و خونه مادر بزرگم میشدیم. یه خونه ویلایی واقعا بزرگ که دو طرف حیاتش باغ داشت. پشت خونه هم یه طویله بزرگ داشتن که توش یه دونه اسب داشت و یه دونه گاو، یه چندتای اردک و یه چندتای مرغ. توی تهران تقریبا دوستی نداشتم و از خونم زیاد بیرون نمی رفتم. اما هر وقت می رفتیم شمال من آزادانه توی باغ و جنگل می چرخیدم و با دوتا دختر داییام که تقریبا همسنم بودن حسابی بازی می کردیم و تمام اون شبها رو هم تو خونه همون داییم پیششون می خوابیدم. فردایی هم دوباره شیطونی کردن و از سر می گرفتیم. خیلی راحت به واسطه اونا تو جمعای دوستایی که داشتن میتونستم وارد شم. خلاصه که اونجا خودم و روح و جسمم آزاد بودیم و خوشحال. تو دوران بچگیم اکثرا خواب میدیدم که بال دارم و در حال پرواز کردنم. از خوابم که پا می شدم کلی ذوق می کردم و خوشحال بودم. خلاصه بچگیم همینجوری گذشت. ما توی تهران داخل یه خونه ویلایی که بخشی از املاک باقی مونده از پدرم بود زندگی می کردیم. حدود 20 سالگیم بود. من اون موقع دانشجو شده بودم. یه روز که از دانشگاه داشتم برمیگشتم خونه با یه آقای آشنا شدم و بعد از مدت کمی هم عقد کردیم. همون وقتا بود که پدرم به خاطر خسته شدن از دست ورثه خونه ویلاییمون رو فروخت و سهم همه رو داد. با پول کمی هم که برامون مونده بود بالاجبار یه آپارتمان توی همون حوالی خریدیم. صاحب اون خونه به نظر آدم عجیب و غریبی می اومد و یه موضوع خیلی عجیبی هم وجود داشت. اون خیلی ساده و بدون چونه زدن راضی به تخفیف خیلی زیادی شد و اون خونه رو تقریبا خیلی مفت بهمون فروخت و بعد از امضای سند حتی برنگشت وسایل‌های جامونده‌ش رو برداره. طی یک هفته بابام هر چی سعی کرد که راضیش کنه که بیاد و وسایلاشو برداره ولی اون راضی نمیشد. ولی فقط یه جمله گفت و بعد گوشیش از دسترس خارج شد. اون گفت اون خونه و بقیه وسایل رو بهت بخشیدم ولی دیگه پامو اونجا نمیذارم. بابام وقتی این حرفو از اون مرد شنید دیگه بیخیالش شد و همه وسایل خونه رو خودمون استفاده کردیم. چون بیشتر وسایلاش تقریبا نو بودن. اون خونه 3 طبقه تک واحدی داشت. ساکن طبقه اول یه پیرزن سالخورده حدوداً 85 ساله بود که اوایل با پسرش و عروس و 2 دختراش اونجا زندگی میکردن که بعد از چند وقت همشون رفتن و الان اون پیرزن تنها زندگی میکنه. طبقه دوم هم ما بودیم. طبقه سوم هم یه خانواده یزدی که یه دختر و یه پسر داشتن اونجا زندگی میکردن. اتاق من و داداش کوچیکم دقیقاً چسبیده به هم. داستان این خونه از اونجایی شروع شد که حدود 3 صبح بود. از دیواری که بین اتاق من و برادر کوچیکم مشترک بود صدای چنگ زدن شنیدم. صدا از بالای دیوار می اومد. اوایل فکر می کردم همسایه طبقه بالایی سگی گربه چیزی داره که شبا به دیوار چنگ میندازه. اما بعداً فهمیدم که هیچ حیوانی تو اون خونه زندگی نمیکنه. انقدر ساده بودم که باز فکر کردم بچه‌های طبقه بالایی دیوونه شدن و نصف شب به دیوار چنگ میزنن. اما بعدها از دهن مادرم شنیدم که برادر کوچیکم هم این صداها رو میشنیده. مدتی بعد هر شب ساعت تقریباً 3 صبح دختر همسایه بالاییمون جیغ‌های کرکننده و وحشتناکی میکشید. بعدش هم صدای پا میومد که ما میفهمیدیم پدر مادرش دارن میرن سمت اتاقش. طولی نکشید که اختلاف و دعوا بین من و شوهری که عقد کرده بودم و همچنین بین من و برادر بزرگم شروع شد. شوهرم کمتر خونمون میومد و ارتباط و تماسمون هم کمتر و کمتر شده بود. با برادر بزرگم هم در حد کتککاری دعوا میکردیم. یه بار پدرم به جای اینکه طرف منو بگیره
طرف برادر بزرگمو گرفت و تو اون خونه برای اولین بار در عمرم بابام دستش روم دراز کرد و کتک بدی ازش خوردم. مدتی گذشت. من و همسر عقدیم به طرز غیرقابل باوری از هم جدا شدیم. من شکسته و پریشون شده بودم. یه شب که پدر و مادر و برادر کوچیکم شمال بودن، یکی از دخترهای فامیل به نام آرزو اومد پیشم. البته داداش بزرگم هم خونه پیشمون بود. سر شب من قرآن رو باز کردم تا یکم قرآن بخونم. آرزو هم میخواست بخوابه. واسه همون رفت رو تخت من دراز کشید. برق روشن بود و منم مشغول قرآن خوندن بودم. وقتی تموم شد به آرزو گفتم برقو خاموش کن، دیگه تموم شده کارم. پا شدم و تشک رو انداختم رو زمین واسه خواب. آرزو تا کلید برقو زد یه صدای وحشتناکی مثل صدای انفجار اومد و لام ترکید. من یه دفعه گفتم چی بود؟ چی شد؟ آرزو دوباره کلید برقو زد که ببینه چی شده، اما لام سوخته بود و دیگه روشن نشد. بجز اون لامپی که از لوستر سقف آویزون بود، یه لامپ دیواری کم نوری هم روی دیوار داشتم. به خاطر همون به آرزو گفتم ولش کن بابا، بگیریم بخوابیم، نصف شبه، نور لازم نداریم. من روی زمین و آرزو روی تخت من خواب رفتیم. نمیدونم چقدر از خوابیدنمون گذشته بود که یه دفعه احساس سرمای شدیدی کردم. توی یه لحظه چنان سردم شده بود که پتو رو گرفتم رو خودم و محکم بغلش کردم. اون موقع قشنگ یادمه سرم سمت آرزو بود. همونجوری که پتو رو محکم بغل کرده بودم برگشتم سمت مخالفش که یهو دیدمش. دیدم یه پیرمرد خمیده سیاه جلوی در 4 زانو نشسته و فقط داره نگام میکنه. برعکس اون چیزی که شنیده بودم که میگفتم پاهاشون سم داره، اما سمی نداشت. پاهاش مثل پاهای فیل بود ولی خیلی خیلی پرموتر. ساق پاهاش اونقدر خمیده بود که هر لحظه احساس میکردم به خاطر اینکه 4 زانو نشسته هر لحظه امکان داره بشکنه. شروع کردم به جیغ زدن و کمک خواستن. مثل دیوونه ها جیغای وحشتناک میکشیدم. قسمت عجیبش اونجا بود که اون موجود با کمال خونسردی فقط به هم نگاه میکرد و ادای جیغ زدنم رو ولی بی صدا در می آورد. با ترس داشتم بهش نگاه میکردم که یه دفعه توی 1 ثانیه غیب شد. آرزوی بدبخت هی پشت سر هم اسممو صدا میکرد ولی اونقدر که ترسیده بود جرأت نمیکرد بهم دست بزنه. سریع پا شد و لامپ دیواری اتاق رو روشن کرد. با روشن کردن اون لامپ من تازه به خودم اومدم. خیلی عجیب بود که نه اونجا بودم که سر شب خوابیده بودم و نه نزدیکی در ورودی اتاقم که این حوادث برام اتفاق افتاده بود. کلاً توی یه قسمت دیگه اتاق به حالت نشسته بودم. آرزو هی پشت سر هم میگفت نترس منم آرزو. یکم که حالم اومد سر جاش، آرزو برام تعریف کرد که نصف شبی صدای تلویزیون با صدای خیلی بلند شنیده بود، جوری که خیال کرده بود داداشم تو سالن مشغول تلویزیون دیدنه. آرزو گفت از جام بلند شدم که برم به داداشت بگم تلویزیون رو خاموش کنه، ولی وقتی رفتم داخل سالن دیدم اونجا سوتکور و داداشت تخت خوابیده و تلویزیون خاموشه. وقتی داشتم برمیگشتم تو اتاق تو داشتی اونطوری جیغ میزدی که چون همه جا تاریک بود فکر کردم شاید تا منو دیدی ترسیدی و فکر کردی دزدی چیزی اومده که جیغ میزدی. به خاطر همین هی میگفتم منم آرزوام. داداش بزرگتم که کلن هیچی نفهمید و انگاری که موقع خواب تو گوشش چوب پنبه انداخته بود. با اون همه سر و صدا حتی بلند نشد بیاد ببینه چه بلایی داره سرمون میاد. تخت خوابیده بود. فردای اون روز از آرزو خواهش کردم که پیشم بمونه، چون برادر بزرگم از صبح زود میرفت سر کار. آرزو هم با هر بدبختی که بود قبول کرد. قرار شد اولیویه درست کنیم. میخواستم از خونه برم بیرون تا از سوپرمارکت سس و یه سری وسایل بگیرم، ولی آرزو گیر داد که منم باهات میام.
میخوام بیام بیرون و تا یکم آب و هوام عوض بشه. منم قبول کردم. اما بعد از خرید تا میخواستیم برگردیم سمت خونه، آرزو از ترسش حاضر نبود برگرده. بهش اصرار کردم اما میترسید. یه خداحافظی سری کرد و منو ول کرد و رفت. منم برگشتم خونه. صدای ضبط رو هم تا آخر زیاد کردم که هیچ صدایی نشنوم. انقدر خنگ بودم که هنوز دوزاریم نیفتاده بود. چیزی که شب گذشته دیده بودم چی بود؟ با مادرم اینا صحبت کردم و همه چی رو براشون تعریف کردم. اونم همراه زنداییم از شمال اومد. بعد اینکه زنداییم بهم فهموند اون موجودی که دیده بودم یه جن بود، تازه فهمیدم که چه اتفاقی داره برام میافته. دیگه جرئت نداشتم پامو تو اون اتاق بذارم. اگه لباسی چیزی میخواستم بردارم، باید یکی باهام میومد توی اتاق و منم سری کارامو میکردم و دوباره از اتاق خارج میشدم. زنداییم بهم توضیح داد که چیزی که دیده بودم از ما بهترون بود. از اون وقت به بعد شبا زیر بالشتم قیچی و نمک و قرآن و از این چیزا میذاشتم. چند وقت بعد برادر کوچیکترم تعریف کرد شبا یه پیرمرد میاد بالا سرش و قصد اذیت و آزارشو داره و تا برادرم از جاش بلند میشه اون موجود هم سری غیبش میزنه. اونجا بود که فهمیدم یه اتفاقات بدی داره تو این خونه میفته و چرا صاحب قبلی این خونه دیگه جرئت نکرد واسه بردن وسایل خونش برگرده اینجا. مدتی گذشت و حالا دیگه دعواهای داداش بزرگم و داداش کوچیکم شروع شده بود. یه روز داداش بزرگم گلوی داداش کوچیکم رو گرفته بود. داداش کوچیکم روی زمین افتاده بود و داشت خفه میشد. به قصد کش داشت فشار میداد. من تحمل نداشتم چنین صحنه‌ای رو ببینم. نمیدونم چی شد. انگاری یکی در گوشم گفت بکشش. به دفاع از داداش کوچیکم اولین چیزی که دم دستم بود کلا کاسکت بود. برداشتمش و با اون چند بار کوبیدم رو سر داداش بزرگم. انگار که دیوونه شده بودم. ولی یه دفعه به خودم اومدم و دیدم. ادامه داستان در قسمت دوم. دارک استوری.